شام 26 می حکومت افغانستان از طالبان دعوت کرد آتش بس 3 روزه به مناسبت عید فطر را تمدید نماید. در عین زمان حکومت افغان یادآور شد که برای اولین بار 900 طالب محبوس را از زندانهایش رها می‌کند. من خیلی خوشحالم که از زندان رها شدم. این اقدام خوب برای تحکیم صاحب اختیاری اسلامی و آغاز مذاکرات صلح میان افغان‌ها می باشد. خوشحالم که این عمل به کشورمان صلح می آورد. رهایی محبوسان بخشی از پیمان ایالات متحده آمریکا و طالبان است که ماه فوریه در قطر به امضا رسید. آخر هفته گذشته طالبان ابراز داشتند که در دوام 3 روز عید فطر آتش بس را رعایت خواهند کرد. حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا از این تشبس خوش پذیرایی نمودند. ما طلب داریم آتش بس دوام کند تا مردم افغان توانند نفس آرام بگیرد و ما کوشش ها در روند صلح را با رهایی تمام اسیران و مذاکرات صلح تکمیل نماییم. شرط آزادشوی طالبان محبوس بازگشت آنها به حیات آسایشته بوده است. طبق دستور پیشوایانمان که در پیمان ذکر شده است ما به میدان جنگ بر نمی گردیم. ما فرمان رهبران را اجرا کرده به حیات آسایشته روی خواهیم آورد. ماه گذشته حکومت افغانستان پیشنهاد کرده بود که در طول ماه شریف رمضان آتش بس جاری شود، ولی طالبان افغان این تشبس را قبول نکردند. هفته‌های اخیر برخوردهای نیروهای حکومتی افغانستان با طالبان شدت یافتند و حکومت در جواب به یک چند حمله مرگبار اعلان کرد که تصمیم گرفته است بر ضد طالبان حمله راه اندازی کند. روند آزاد نمودن محبوسان و اسیران ماه اپریل آغاز شد، ولی بحث و تلاش میان طرفها زیاد بود. بر پایه سازش قطر همچون پیش شرط آغاز مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان، مقامات کابل باید 5000 طالب را از زندانها رها کنند. طالبان در نوبت خود عهدهدار شدند که 1000 افسر و سرباز امنیتی اسیر افتاده را آزاد نمایند.